دستگاه‌های اجرایی بیان آگاهی‌های عمومی رو ارائه کنند از طریق رسانه‌های جمعی، علل خصوص سیما که کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته، از طریق شبکه‌های اجتماعی بتونن این آگاهی‌هایی که در سطح دستگاه اجرایی هست و لازم هست که مردم شریفمون، بخش‌های اقتصادی، فعالان اقتصادی با آنها مواجه بشن، اینها باید به طور مستمر آگاهی بخشی بشه. در ارزیابی‌ها هم مسئولان مربوطه در این زمینه کار می‌کنند. موضوع دوم حقوق یکسان مردم هست. در نظام اداری تاکید شده که فرایندها، زمانشون، کیفیت ارائه کار، استاندارد اونها به چه صورت هست، مستندسازی اونها به چه صورت هست، اینها رو در ادارات نصب کنن که مراحل انجام کار به چه صورتی هست و شفاف ارائه بشه که ابتدای کار چگونه باید شروع بشه، انتها و خاتمه کار به چه صورتی هست. رضایت مردم هم که در سوال قبل بهشون اشاره شد بسیار مهم است. در انتصابات، در فرآیندهای اداری بسیار موضوع در خور توجهی هست. این تبدیل شده به مباحث ارزم به حضورتون به حقوق و مزایا هم مرتبط شده. سوال حضرت عالی که در این زمینه که چگونه می شود در این زمینه مطالبه گری انجام داد، یک مسئله اون پاسخگویی هست، اینکه دستگاه اجرایی بتونه گزارش‌های دقیقی رو در این زمینه ارائه بده، هم در سطح راهبرد، هم در سطح ارزم به حضورتون فرایند، در سطح برنامه قانونی کار، در سطح عملکردی کار، در هر زمینه‌ای دلایل تصمیمات اعلام بشه به طور شفاف که چه تصمیماتی گرفته شده. این موضوع گویی رو